سلام، این هفته تو منطقه آفساید با چندین مدل دبه مواجه هستیم. دبم که میگم نه دبه شور و ترشی، دبای دونه درشت، دبه وین، دبه 5+1، دبه تو وقت اضافه. دبه در آخرین دقایق وقت اضافه. از وین خبر میرسد غربی‌ها در آخرین مرحله مذاکرات هسته‌ای باز هم دبه درآورده‌اند. آمریکا بار دیگر دبه کرد. دبه دوباره اوباما در ثانیه‌های پایانی مذاکرات. نقش سوزان رایس در دبه جدید آمریکا. داستان چیه؟ این دبه بازار از کجا توی نظام باب شده؟ طرف مقابل هی روی یک سری مسائل داره دبه در میاره، مسائلی که با هم تفاهم کردیم. آها، پس قضیه این کش اومدن مذاکرات به خاطر دبه بود ها؟ یعنی این تیم مذاکره با این همه دبدبه و کبکبه در 4 تا دبه رو نتونستن ببندن؟ آخه واسه چی؟ به خاطر اینکه مردم ما دیدن از همون روز اول آمریکایی‌ها یه چیزی رو روی کاغذ مشترک توافق میکنن، بعد خودشون یه چیز دیگه میدن. خب اگر یه کارهای دیگه میکنن چه مرگتون بود که رفتید هتل کوبور، کنگر خوردید و لنگر انداختید، بعد هم این مذاکره رو کش دادید؟ یه باره بگو میخوام گول بخورم دیگه. گول آمریکا رو نخورید، دنبال این راحتی خیالی نرید، دروغ است. نخواهید رسید به این رفاهی که به شما وعده میدن. تازه اگر برسید به چه قیمتی؟ عزت این مردم رو میفروشید برای اینکه چند روز چند دلار از پولتون به شما برگردونه. زهی حماقت. حماقت؟ درسته که بحث دبه است، ولی دیگه شاید در حد حماقت نباشه. شاید میخوان یک چیزی رو توی نظام حل کنن. تو با آمریکا چه چیزی رو میخوای حل کنی؟ استناد میکنی به حرف امام دیگه. امام گفته آمریکا شیطان بزرگه. حل شده مشکل شیطان بودن آمریکا؟ این که چی به دست آوردیم و چی از دست دادیم و ولش کنید، فکت شیت رو ولش کنید، ما ازش عبور کردیم. دم اینو ببینید که بالاخره دیگه رفتیم نشستیم با طرف پای میز مذاکره. دوست عزیز، همچین خبری نیست. حالا به شما دوست عزیز جوان میگن آقا تحریم ها رو ور میدارن، بعد از این مذاکرات مشکلات حل میشه. من سوال کردم اگر از این دیوار صدا در آمده از دولت مردان ما و از اقتصاددانان نزدیک به دولت ما این پاسخ داده شده که اگر میتواند رفع تحریم مشکل اقتصادی ما رو حل کنه، یونان که دیگه تحریم نبوده، چرا اقتصادش پاشیده؟ کل این نشست ها دلواپسیه عزیزم. و اگر حرف آقا تو این قصه درست در نیاد که من از اساس به این مقوله خوشبین نیستم، بایستی با ولی خداحافظی کرد. به هر حال اینا دغدغه‌های امروز دلواپس است، همونایی که دلواپس فردای نظام هستند. دلواپسم، دلواپس فردا، با کی میای و با کیا میری، دستای کی گر میشه تو دستات. دلواپسم، دلواپسم. حالا هرچی این مذاکرات کش پیدا کرد، وضعیت دو قطبی تو نظام هم دو قطبی تر شد. حالا دو قطبی که الان اساسی اتصال کوتاه کردن، دارن میدونن باتری نظام رو تخلیه میکنن. با دو قطبی نشان دادن جامعه تو میدان دشمن بازی نکنید. یکی می نویسد کاسبان تحریم، یکی می نویسد کاسبان صلح. الی این تذهبون؟ الی این تذهبون؟ به کجا دارن میرن؟ جایی نمیرن اینا که. چرا سیاه نمایی میکنین؟ خب اصلا کاسبان تحریم و کاسبان صلح دو تا شریکن، یه مغازه دو دهنه گرفتن، دارن کاسبیشونو میکنن. کدوم دو قطب؟ شریکن دارم میگم. دو تا شریک رو شما فرض کنید، حالا مسئله ساده ای. دو تا شریک با هم در یک شرکت تجاری سرمایه گذاری کردن با هم شرکت کنن. فرض
یک شریک از اول اما اوایل کار متوجه میشه که اون شریکش قصد خیانت داره، میخواد منافع به جیب خودش بریزه. فکر میکنید چند روز میتونه باش زندگی کنه؟ 1 روز، 2 روز، 1 هفته، 1 ماه، 2 ماه. خیلی هنر کنه کارش چون به حساب آخر سال برسونه تصفیه کنه خودش از دست اون خلاص کنه. آدم میشه 20 سال یک شریک خائنی رو بشناسه و به روش نیاره. بابا کاری نیست بدبخت. اصلا ریختشو نگاه، خونه‌شو نگاه کن، یه پیژامه پوشیده توی کلبه درویشی، 7-10 اتاقه، دوبلکس با مبلمان و مخلفات، بعدم روی زمین لم میده، شغل خاصی نداره، فقط تو کار پستو و ایناست و این حرفا. بعدم کدوم قصد خیانت؟ اینا 2 شریکن که مثل همه مقامات نظام به طور خاص در مذاکرات هسته‌ای در وحدت ستودنی با هم به سر میبرن. ایران تنها یک پیام در مذاکرات هسته‌ای دارد، پیامی که مقام معظم رهبری دارند، مسئولان محترم 3 قوه برش تأکید دارند، متفقند. توافق خوب آری، توافق بد هرگز. این وحدت ستودنی است. این وحدت ستودنی از بالا تا پایین نظام تو همه جا موج میزنه، تو همایش، تو نمایش، حتی تو کف خیابون. آی مسئولین ما، چطور به خودتون جرأت میدید در نظام جمهوری اسلامی؟ حالا بیرون میرید هر کاری میکنید خودتون میدید و خدا خودتون، اونم اجازه نمیدیم بهتون، اونم جلوتون رو میگیرید. ولی مسئولینی که در نظام جمهوری اسلامی به خاطر پست دادن جلوی یک دیپلمات با 1000 رقم آرایش دستر باز فقط یک کلاه سرش میذاره نمادی، تو میری باش حالا احوال میکنی و مذاکره میکنی. خاک تو سرت. با 2 تا عربدی کشی یک جوجه مدار توی نمایش خیابونی که وحدت ستودنی نظام رو که نمیشه خط خطی کرد. وحدت رو میخوای ببینی؟ برو جای رسمی، مثلا تو مجلس، اونجا وحدت پارتیه. برخی از دوستان میگن آقا رهبر انقلاب هستن، چه لزومی داره، چه ضرورتی داره؟ مگه کسی جرأت میکنه به رهبر انقلاب تحمیل بکنه؟ عزیزان من، آنکه علی بود به او تحمیل کردن، ابو موسی اشعری رو به او تحمیل کردن، این که سید علیه، مگر غیر از این بود؟ چی شد؟ مقام عظمای ولایت دامت برکاتو شده سید علی دوزاری پنیر به ما بدید که دارن زهرم میریزن تو حلقومش. پنیر به ما بدید. این میخواست تعریف کنه، میخواست له کنه، چیکار میخواست بکنه؟ بالاخره حرفش چیه؟ جام زهر، امام نگفت داروی تلخ، گفت جامش زهر، یعنی مجبورم کردن که من این کارو کردم. البته در مورد مزه جام زهر اختلاف وجود داره. اونایی که خودشون جام زهر رو دادن دست امام معتقدن که اتفاقا جام زهر امام طعم توت فرنگی داشته، خیلی هم شیرین بوده، ولی مزهش 2 ماه بعد مشخص شده. جنگ رو ایشون میدونست که بعد از خودش کسی نمیتونه جنگ رو خاتمه بده با اون شعارها و اون سوابق، جنگ رو تمام کرد، گرچه با جمله نوشیدن جام زهر. البته 2-3 ماه بعدش که ایشون آثار رو دید گفت من الان جام برام شیرین شده. سیدا ببینیم جام زهر بالاخره چی بود؟ اون جام زهر داروی تلخ که نبود، ولی جام زهر بود که بعد شیرین شد، ولی باز یک قطعنامه کثیف بود. چجوری میشه؟ پسرم، دخترم تاریخ برات ننوشت و نگفت و خدا کنه که هیچ وقت عقب نشینی رو نبینی. برات گفتن؟ نگفتن، نمیگن هیچ وقت. برای اینکه از این واقعه تلخ تاریخی پذیرش قطعنامه‌های کثیف خاطره نداشته باشی که تکرار بشه 2 مرتبه.
وحدت ستودنی چی شد؟ حالا اینا احتمالاً یه مش جوجه های تازه به دوران رسیدن یه عربده میکشن که اسم برکنن. وحدت ستودنی رو باید تو استوانهای نظام جستجو کرد. همون دوتا شریک، فرصت طلبها و اونایی که جدید الاسلام هستن نسبت به انقلاب، اونها زیاد خواهی میکنن و خب اون انقلابیون اصلی که در موقعی که هیچ کس امید نداشت که بشه راجعی شاه رو کند و آمریکا رو بیرون کرد، پر کرده بودن زندان ها رو و الان اکثر اونا رو بیرون کردن از میدان و اینم که دلیل رو برداشته همینجور داره وحدت رو سوراخ میکنه. بعد چه دل پری هم داره از اون دوران، هنوزم که هنوزه مقصر همه چی رو اون 8 سال میدونه. 8 سال دولت مهرورز عزیز کرده عظما. این 8 سال دوره دولت سابق اون موج بزرگ رو بلند کرد برای اینکه اخلاق فرو بریزه. این 8 سال کافی است برای اینکه مدتها مثل هاری تو بدن جامعه ما دائما تزریق سم بکنه، مثل یک مرض هاری این حالت رو جامعه ما داره میده. همیشه هم شعار بود امام زمان، اصلا عصر ظهور امام زمان در حقیقت آمده، منتها علنی نمیشه. باید چیکار از این حرفایی که هنوزم میزنن اون طرف ترک رفتن. روحانیت هم انصافا مقصر در معرفی او و حمایت او، هنوزم خیلی هاشون دست بر نداشتن. با این حرفا میخواد بارندی یک کارت قرمز به روحانیت حامی طرف نشون بده، بعد بگه این همه سال ازش حمایت کردی، اگر راست میگی حالا بیا این حرفا رو جواب بده. حالا من که امروز اول نظرمو گفتم اینا یه کاغذ پاره است، واقعا هم کاغذ پاره است. شما الان تو ایران بچرخید ببینید اصلا کی حساس هست به این تحریما. اصلا تو ایران احساس نشد. شما اگه سفر کنید به ایران، در خیابون‌ها با مردم صحبت کنید، میگن تحریم چی هست اصلا؟ تحریم اصلا نمنده. تحریم نمنده. بعد از حق نگذاریم عنتری نژاد سوژه آفسایدی خوبی بودا. به حال یه نخودی بود که الان دیگه کنار گذاشته شده. دعوای اصلی اما با کسیه که دل از قدرت نمیکنه. خب کسانی که حسرت قدرت دارن، کسانی که دل از قدرت نمیکنن، کسانی که قدرت رو برای خودشون ابدی و مادرزادی و ارث حساب میکنن، اینا تصورات دیگری هم میتونن بکنن، ولی دنیا دیگه به اون طرف نمیره و بسیار سخت برگرد. اینا الان چقدر تلاش شد که نگذارن تو کشور اینترنت باشه، الان اونجوریه. چقدر تلاش شد، چقدر ماهواره رو از بالای پشتبون ها جمع کردن، من نمیدونم چه تأثیری کرد. اینترنت رو باز کن و ماهواره رو هم جمع نکن و یه باره بگو تاید و اسکاچ بیارن آرمانهای نظام رو بشورن بره دیگه. از بعد از رحلت امام سعی یک مجموعه مصممی بر این شد که به کل آرمانهای انقلاب رو بشورن بذارن کنار. اون چه که دیدیم شمعی بود از وحدت ستودنی دو شریک اصلی نظام در دوران بینا مذاکرات. از روی میشه پیش بینی کرد که توی دوران پسا مذاکرات به کجا خواهند رسید. چیزی که میشه الان حدس زد اینه که در نهایت یکی باید اون یکی رو حذف کنه یا اینکه خودش خسته بشه و کنار بکشه. شب خوش. خسته شدم از این همه نیرنگ تو، فقط برو هر چی که دارم مال تو. خسته شدم از این همه در